یه روز عادی تو رشت، یا شاید نه، خیلی هم عادی نبود. میدونی چرا؟ چون توی همین میدون شهرداری یه چیزی بود که همه رو وایسون، چشما رو خیره کرد. از پسرایی که کم مونده بود پرواز کنن تا پیرمردی که همه شهرها رو از حفظ بود. اما این فقط شروعشه. میخوای ببینی رشت واقعی چه شکلیه؟ بمون تا آخر. قول میدم حست به این شهر هیچ وقت مثل قبل نباشه. میدون شهرداری رشت، همون جایی که همیشه زندگی جریان داره، حتی وقتی هوا خسته است. ولی امروز یه شور خاص پیچیده تو هوا. چند تا پسر جوون با بدنهای ورزیده و لبخندهای مطمئن وسط شهرداری در حال نمایش کلیستنیکس هستن. حرکاتشون دقیق، نرم، پرقدرت. مردم دورشون جمع شدن، فیلم میگیرن، ذوق میکنن. انگار خود میدون شهرداری داره نفس میکشه با ریتم بدن اونا. یه لحظه وای میستم و فقط نگاه میکنم. این همه انرژی قشنگ، این همه زندگی. آدم دلش نمیخواد حتی پلک بزنه. پلاکان هم گفتی حفظی؟ پلاک زاهدان. بعدش یه پیرمرد میبینم، همون پیرمرد معروف رشتی با دوچرخش و لبخندش و اون حافظه عجیبش. میگم شیراز، میگه 63، میگم تبریز، میگه 15، میگم اهواز، میگه 24. همه عددهای پلاک ها رو از حفظه، مثل یه ماشین زمان که خاطرات شهرها رو جمع کرده. کاشانو گفتی. مشهد، مشهد 12 32 36 74 استان خراسان رضوی. ارومیه آذربایجان غربی 17 27 37. سمنان، استان سمنان 86 96. بندرعباس 84 94 استان هرمزگان. بندرعباس گفتم 84 94 اهواز 14 24 34 استان خوزستان. ماشاءالله. گلستان، استان گلستان 59 69. گیلان خودمونم بگو دیگه حاجی. 76 مازندران 62 72. پلاک‌های شهرهای گیلان هم میدونی؟ 76 پی 76 76 ب مال پ؟ سیاکل ب آستان است. ب آستان است 76 ب. 56 با رقم‌های مختلفش چیه؟ 56 ب انزلی، جیم لایجان، قاف سومسرا، میم لنگرود. آره. استانای دیگه. عراق مرکزی. استان مرکزی چلا پنجاب. دیگه کجا مونده نگفتم؟ کرمانو گفتی؟ بله. کرمان 45 75. ارومیه رو گفتی. اردبیل. استان اردبیل 91. کوهگیلوی بویراحمد.
گفتم که 4 محل نه 4 محل بختیاری یکی دیگه است 49 4 محل بختیاری 71 81 آره دیگه همه یزد 54 64 آها مازندران هم بگو یه لحظه به خودم میگم کاش حافظه دلم هم اینقدر قوی بود تا هیچ کدوم از این لحظه ها یادم خیلی نره. آقایی به سلامت. و بعدش بازار محلی رشت. اینجا همیشه یه دنیای رنگیه. میوه های تازه، سبزی های ترد و خوشبو، ماهی های برق زده و صدای مردم که با لهجه شیرینشون قاطی میشه با بوی ترشی و نعنای تازه. هر گوشش یه قصه است. قدم میزنم، فیلم میگیرم و حس میکنم هر قاب یه تابلو زنده است از زندگی شمال. رنگ ها اونقدر قشنگن که دلم نمیخواد حتی لحظه‌ای چشم بردارم. اگه حس این ویدیو رو گرفتی، اون حال قشنگی که رشت میپاشه تو دلت، فقط یه لمس کوچیک توی دکمه لایک کافیه. همین یه لایک کوچیک حال منو هم مثل همین میدون روشن میکنه. کفش ملی از زیرنه از کفش ملی بزرگتره. میرسم به ابتدای پیاده راه جلوی فرهنگ سرای خاتم الانبیا. کبوترها همه جا پخش شدن، بال میزنن، دونه میخورن. صدای بال زدنشون با صدای خنده مردم قاطی شده. عکاسای خیابونی هم هستن با اون دوربین‌های حرفه‌ایشون.
خانواده ها ژست میگیرن، بچه ها میدوئن، خانوما با تیپ های تابستونیشون جلوی دوربین میدرخشن. یه لحظه می ایستم. نسیم خنک از بین موهام رد میشه و بوی شهر پخش میشه توی هوا. رشت، تو قشنگی حتی وقتی نفس میکشی. میخوام بدونم تو اگه الان اینجا بودی توی کدوم صحنه بیشتر میموندی؟ پیش پسرای ورزشکار، توی بازار رنگی، یا اون لحظه پیش کبوترها؟ برام توی کامنت بنویس. میخوام بدونم چشم تو کجای رشت رو بیشتر دوست داره. دوباره برمیگردم دور میدون. آبنما وسطش میدرخشه. صدای شرشر آب با صدای جمعیت قاطی میشه. یه زوج جوون دارن عکس میگیرن جلوی عمارت قدیمی ساعت. یه پسر داره دوربین موبایلش از بالا تا پایین عمارت رو اسلوموشن میگیره. بساط فروشنده ها پهنه. نور آفتاب روی اجناسشون برق میزنه. همه چیز زنده است، روشن، پر از حس زندگی.
به تحصیلی مردم اگه از این حس رشت خوشت اومد تازه اولشه. سابسکرایب کن تا هر بار که من میرم بیرون تو هم همراهم باشی. تو کوچه ها، بین رنگ ها، وسط آدم ها و یه عالمه حس تازه دیگه. رشت اینجاست، درست وسط تپش قلبش، میدون شهرداری. و من فقط دارم نگاه میکنم، نفس میکشم و عاشق‌تر میشم به شهری که هر روزش یه رویای تازه است.